من کیستم؟ من چیستم؟ یک آدمم یا عالمی؟ گه هستم و گه نیستم در عالم چون آدمی. من ذره از عالمم یا عالم از من ذره است. من یک نفس از وقت یا وقت است از من یک دمی. من صاحب این خانه یا مهمانی صاحب خانم. من شاه این ملکم و یا خود یک غلام سرخمی. گر هستم و گر نیستم سرگشته بحری چیستم. جویای آب زمزمم دعواگری جام جمی. گه با خودم گه بی خودم، گه با کسم گه بی کسی. گه آدمم گه نادمم، گه با غمم گه بی غمی. قاضی وجدان خودم یا دزد ایمان خودم. بندی زندان خودم یا بنده زلف خمی. گه زهر گه قند خودم، گه قهر گه پند خودم. گاه از پی فند خودم، گه صافتر از شبنمی. گه نارضا از خویش خود، از یار نیک اندیش خود. گه نارضا از بیش خود، قانع به وقت با کمی. گه هم نشینی راستان، گه با بدان هم داستان. گه نفس من دیوی بود اندر تلاشی حاتمی. آباد را گه زلزله، ظلمات را گه مشعله. گه پارسا و عابده کز سجده گه آید همی. گه بی وفایان را وفا، گه بی وفایان را جفا. افتادگان را گاه عصا، بر دردمندان مرهمی. در بزمگاه جز و کل، خارم گاهی و گاه گل. گه لحن زشت و ناخوشم، گاهی نوای پارمی. درویش بی جا هم گهی در مسند و گاه هم گهی. خندان سور و محفل گریان سوگ و ماتمی. گاهی کند تنگی جهان هفت آشیان آسمان. گاهی بگنجد در دلم صد کهکشان صد عالمی. در رزمگاه عقل و دل از باد و آتش آب و گل. هر لحظه سازم خویش را، هر لحظه دیگر آدمی.